سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مزدک نظافتم در کارگاه شعر میم با ویدیو شماره 8. بچه اگه تازه دارین این ویدیو رو میبینین لطفاً برین از ویدیو اول ببینین، چون اینجا ممکنه یکم دیگه کم کم پیچیده بشه داستان و متوجه نشین و کلا ول کنین. از ویدیو اول ببینین و به ترتیب بیاین جلو. خب بچه بریم گوجه خیار رو با هم تقطیع بکنیم ببینیم داستان چیه. یه مروری بشه برامون. گو جه، درسته؟ خب گو گفتیم چطور میشه مثل نو. اگه یادتون باشه فکر کنم تو ویدیوی دوم سوم بود که براتون مثال هم زده بودم. نو درسته میشه تن و جه میشه ت، تن ت. خیار چی میشه مثل همون سیاست اگه یادتون باشه نیاکان میشه خیار، درسته؟ تن هجای کوتاه و اینجا میشه هجای کشیده و یا یک هجای بلند یک هجای کوتاه. خب اینم از این. بچه ما تو شعر فارسی حدود 300 نوع آهنگ داریم. علاوه بر این با ترکیب جدید ارکان، این ترکیب این رکن ها با هم دیگه میتونیم آهنگ های متعدد دیگه هم درست بکنیم. حالا از توی این 300 نوع آهنگ، حدود 300 نوع آهنگ، 31 وزن 31 ریتم برای ما مهمه که باید یادشون بگیریم. اینها وزنهای رایج ما هستن، یعنی خیلی دیگه باشون سر کار داریم. خب بچه برای رسیدن به وزن درست تنها تقطیع شعر، تقطیع مصرع ها به هجاهای کوتاه و بلند جواب نمیده. شما باید یک سری قواعد رو بدونین و بدونین که شاعر از چه اختیاراتی داره استفاده میکنه، از چه قواعدی داره استفاده میکنه و طبق اون قواعد به وزن درست برسین. حالا ما از این ویدیو شروع میکنیم کم کم با این قواعد و اختیارات آشنا شدن. یکی از قانونایی که باید یاد بگیریم اینه که 2 و یا 1 صامت در انتهای هر مصرع یا نیم مصرع که تو وزن دوری بعداً بهش میرسیم بهتون توضیح میدم. فعلا ما این مصرع رو یاد بگیریم. توی هر مصرع، انتهای هر مصرع ممکنه 1 تا 2 صامت حذف بشه. بچه‌ها قبلا اگه یادتون باشه گفته بودم ما در انتهای مصرع هجامون کشیده باشه، کوتاه باشه، بلند باشه، بلند در نظر میگیریم. در هر صورتی بلند در نظر میگیریم. الان اینجا 2 تا شما بررسی میکنیم. بلند که بلنده بچه‌ها. انتهای مصرع ما هجای ما بلند بود، بلند میشه. هجای ما کوتاه بود و یا کشیده بود که الان باش روبرو میشیم، به جاش هجای بلند میذاریم. 1 تا 2 صامت رو حذف میکنیم. اوکی؟ بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. خب بن مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. خب وزنشو در بیاریم بچه‌ها. خب بچه ببینین تن تن تتن 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 تن تتن تتن. اوکی، این وزن شعر ما هست، وزن این کاره. مثل همون شعر بهمن بچه اگه یادتون باشه که ما 4 تا جدا کرده بودیم اونجا. من اینجا بچه یه کار دیگه کردم. ببینین وزن این رکن اول 3 تایی جدا کردم، رکن بعدی 4 تاییه، رکن بعدی دوباره 4 تاییه و رکن آخر 3 تایی. اوکی، این میشه بچه‌ها مفعول فاعلاتو مفاعیل فاعلون، مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. اوکی، برای چی؟ برای اینکه این وزن در حقیقت مختلف الارکانه. یعنی چی؟ یعنی رکناش با هم دیگه فرق میکنه. اما ما برای اینکه طبق قاعده خودمون پیش بریم، اینو 4 تا مثلا اگه بخوایم جدا بکنیم اینجوری میشه بچه‌ها: مستفعلون مفاعل و مستفعلون فعل. ببینین همون قاعده متناوب الارکان بودن خودمون رو داریم هنوز. تن تن تتن میاد اینجا دوباره تکرار میشه و تتن تتا میاد اینجا تکرار میشه که حالا نصفه میمونه. درسته؟ پس اینجوری اگه تختی بشه، اینجوری اگه رکن بندی بشه، متناوب الارکانه
و اگه به شیوه قدیمی به شیوه قدمات رکن بندی بشه میشه مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلون. 3 تا 4 تا 4 تا و 3 تا. اوکی؟ این از این. بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست. بنمای رخ که باغ و گلستانم ما. اینجا هم دقت بکنین، نمیگم نم آرزوست، میگم گلستا نما ر زوست. بچه ببینین زوست حقیقتا در واقع هجای کشیده است، ولی چون در انتهای مصرع اومده این س و ت که اینجا هست حذف میشه، این دو صامت حذف میشه در تختی. پس هر چی که در انتهای مصرع داریم ببینید یه جای کشیده، جای بلند، جای کوتاه میشه تن. یه تن میذاریم براش، تموم شده رفت. اوکی؟ مستفعل مفاعل و مستفعل فعل. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. اینجا هم دقیقا همین اتفاق میفته بچه ها. اینو میذارم برای تمرین شما، این تمرینتون. بگشای لب که قند فراوانم آرزوست. خب گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. خب گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. تختی کنیم بچه ها. تا تن تا. ببینین داخت اینجا دیگه انتهای مصرع که نیست، درسته؟ میشه همون جایی کشیده. گداخت جان، جان جون جین خان خون خین مان مون مین میشد تن، درسته؟ گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد. 4 تا 4 تا جدا میکنیم بچه ها. بریم تو جدول ارکان ببینیم رکن اول ما چیه. تتن تتن. این جدول ارکان بچه ها تتن تتن میشه چی؟ مفاعلون. تتتن تن تتتن تن. بریم ببینیم تتتن تن چیه؟ فعلاتون. پس میشه چی؟ مفاعلون فعلاتون. دوباره مفاعلون مفاعلون. این چیه؟ تتتن تتتن فعلون. فعلون، درسته؟ مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. این بچه ها حقیقتا همینه دیگه، درسته؟ فقط تا اینجاش نوشته شده، کامل نوشته نشده، نصفه مونده. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلون. اوکی؟ تمرین بعدی. بسوختیم در این آرزوی خام و نشد. اینم تمرین بعدی. خب نکته بعدی، گفتم در انتهای مصرع هرچی که داشته باشیم میشه هجای بلند. الان اینجا ببینیم بچه ها قاعده بعدی اینه که اگه هجای کوتاه هم بود میشه هجای بلند. بهشتی دید در قصری نشسته. بهشتی دید در قصری نشسته. نظامی در واقع دیدار خسرو با شیرینه. به اینی که نوشتم تا تن 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 تا. ببینین بهشتی دید در قصری نشسته. ت با اینکه جای کوتاهه ولی به جاش تن میذارم، جای بلند. تتن تن تن تتن تن تن تتن تن. ببینین یک رکن داریم که فقط دارم پشت سرم تکرار میشه، درسته؟ تتن تن تن تتن تن تن. بریم اگه توی جدول ارکان نگاه بکنیم میشه چی؟ میشه مفاعیلون. تموم شده رفت. مفاعیلون مفاعیلون و تتن تن میشه فعولون. اوکی؟ مفاعیلون مفاعیلون فعولون.
اینم تمرین. مصرع بعدی: بهش دیوار در بر خلق بسته. امیدوارم که لذت برده باشین بچه‌ها. تمرین‌ها رو انجام بدین. 1 2 و 3. اینجا بگشای لب که قند فراوان ما آرزوست. امیدوارم که لذت برده باشین، استفاده کرده باشین. دوره کنین ویدیوها رو. تا جلسه بعد. بدرود.